درود به شما. خب مل یعنی آرت، سیگ مل یعنی خاکره، لیزن لیانن یعنی چی؟ خواندن، یاد گرفتن. خب اگه یکی میخوای بپرسی können Sie lesen und schreiben؟ سواد دارید؟ können Sie lesen und schreiben؟ سواد دارید؟ معنی این جمله میشه Ich lerne meine Schüler lesen. Ich lehre. اگه میخوایم بگیم lehre. من یاد میدم. lehren میشه یاد دادن. meine Schüler lesen. من به دانش آموزام خوندن یاد میدم. Ich kann etwas Deutsch. خود آلمانی بلدم. aber ich muss eben lesen lernen. اما من بایستی خوندن یاد بگیرم. Teilzeitگاهی. این تش چرا بزرگه؟ باید کوچیک باشه دوستان گلم. halbtags arbeiten یعنی نصف روز کار کردن. خب ich arbeite Teilzeit. من پاره وقت کار میکنم. halbtags نصف روز. in einem رستوران. در یک رستوران. در یک سوپرمارکت. ich arbeite Teilzeit. من گاهگداری کار میکنم یعنی پاره وقت. halbtags in den Sommerferien. در تعطیلات تابستانی. etwas werden یه چیزی شدن. was möchtest du einmal vom Beruf werden؟ میخوای چیکاره بشی؟ این einmal معنی نداره، همینجوری میاد. میگه که میخوای چیکاره بشی؟ ich möchte Mechaniker werden. من میخوام چی؟ von dir wird nichts. من میخوام مکانیک بشم. خب reden میشه صحبت کردن. du redest zu laut. تو خیلی صحبت میکنی. تو بدون یه ریز صحبت میکنی. ohne Punkt und Komma. تو بدون ohne Punkt und Komma یعنی یه ریز، یه بند حرف میزنی. du redest zu laut. بلند حرف میزنی. kannst du bitte ein bisschen leise reden؟ میتونی خود لطفاً آهسته در صحبت کنی. öffnen باز کردن und lesen das Buch. باز کردن حالا کتاب باز کنید و بخونید. wir öffnen das Buch. ما کتاب باز میکنیم auf Seite 23. صفحه چی؟ 23. حالا میخوای امری بگید öffnen Sie das Buch auf Seite 32 und lesen im Buch auf Seite 23. میگه که صفحه 23 رو باز کنید und lesen im Buch باید بگید در صفحه 23. خب zeichnen رسم کنه. kannst du ein Baum zeichnen؟ میتونی یک درخت ترسیم کنی. anmelden ثبت نام کردن. ich wollte mich für den Deutschkurs anmelden. من میخوام برای ثبت نام چیز کنم. Deutschkurs کنم. خواستم برای Deutschkurs ثبت نام کنم. können Sie mir ein Anmeldeformular geben؟ میتونید به من یک فرم ثبت نام بدید؟ بچه‌ها اگر اون ور میز یارو نشسته باشه بهش میگید reichen. وقتی دست رو همون تو پس، تو انگلیسی هم میگیم تو پس میدیگه، درسته؟ در آلمانی هم میگیم reichen یا بیتو ein Anmeldeformular. reichen Sie mir اگه اون ور میز باشه. بعد اگه اون ور میز باشه herübergeben هم میتونیم بگیم. herüber یعنی بده این طرف. حالا herübergehen در هر صورت. خب میگه که rechnen ich rechne alle Beträge mit dem Computer. میگه تمام مبالغ رو با کامپیوتر حساب میکنم. با حرف اضافه میت بیاد یعنی du kannst mit meiner Hilfe rechnen یعنی میتونی رو کمک من حساب کنی. rechnen mit اینجا گفتم kannst du kann ich mit deiner Hilfe rechnen؟ میتونم رو کمکت حساب کنم؟ یا du kannst mit meinem Hilfe rechnen. آره میتونی رو کمک من حساب کنی. dies war halten für rechnen zu halten für. چرا تو گفتم ich halte mich اینو من پاکش کنم. ich halte mich für ein ehrlicher Freund. ich halte dich. ببین وقتی که شما یک کسی رو به عنوان مثلا یه چیزی halten نگهش میدارید یعنی فکر میکنید که اونطوری هست. چطوری؟ اون تورتوریه بعد از چی میاد؟ بعد از für میاد. یعنی آخر ترجمه من بچه‌ها تورتوری. خب ich halte dich یعنی به نظر من تو یک رفیق صادق هستی. مزاح کردم که لبخندی بزنید. ich halte dich für چرا گفته einen ehrlichen Freund. من تو رو یک دوست چیز میدونم، در واقع یعنی صادق میدونم. ich rechne ihn zu meinem besten Freund یعنی من اون رو بازم اینم هستش یعنی که من اون رو به عنوان یک رفیق
بهترین رفیقم میدونم. ich zähle هم میشه من میدانم، من قلمداد میکنم، حرف اضافه‌ش هم zu. همین هم میشه من قلمداد میکنم. قلمداد میکنم بازم هستا 7 8 تاه، ولی برای این ساعت نیست. خب streiken میگه viele Arbeit، چون شمارشیه. viele Arbeitnehmer، خیلی کارگران زیادی streiken an der Tag der Arbeit، اعتصاب میکنن در روز کارگر، در روز کار. حالا bringen bis zu. خب ich bringe sie یا dich nach Hause، میرسونم تو خونه. حواستون جمع باشه bringen یه مقدار چیه، رسمیه. فارن بگید به دوستانتون ich fahre sie یا ich fahre dich nach Hause. بچه tragen هم میشه بگیم، به خونه میتونی برسونی با tragen، ولی به شرطی که با طرف همراه باشی و بعد مثلا کولت بگیری یا چه میدونم خسته باشه. بچه رو مثلا tragen میکنن، فقط که بچه رو فارن نمیکنن، بچه رو برینگن هم میکنن، ولی چون بغلش کنی تراگن میشه دیگه. ich bringe sie zum Wagen، من میبرمتون چی؟ چیز واگن، ماشین، تا دم ماشین. ich bringe sie bis vor der Tür. vor من تا دم در، تا دم در. bis vor این فاو چرا بزرگی؟ خب dazu bringen، این دیگه مهمه و این بحث که با dazu بیاد فرق میکنه. دقت کنید. ich bringe oder brachte meine Kollegin dazu das Buch zu lesen oder dieses Buch. من مجبور کردم، وادار کردم که با das میاد که اون کتابو بخونه یا این کتابو بخونه. dazu bringen میشه مجبور کردن. hat mich gezwungen zum Lachen bringen، خندوندن. bringt mich immer zum Lachen، اون همش منو میخندونه. ich musste lachen، خندم گرفته بود. ich musste lachen یعنی خندم گرفته بود. erste, eins, dritte, drei, siebte, sieben, zehnte, 10, 20. 20. خب زیر 20 میگیم که 19 ولی بعد از 20 میگیم 20. 21. 30. خب geboren متولد شدن، geboren sein دیگه، درسته؟ میگه که in welchem Jahr bist du Jahr geboren. این Jahr هم بگیم در طول روز میگیم. میگه در چه سالی تو متولد شدی؟ این چی؟ شالتیا، در سال شالت. خب verlieren از دست دادن. خب verlieren میشه از دست دادن. verloren gehen میشه گم شدن. mein Kind ist verloren gegangen، بچم گم شده. wir dürfen keine Zeit verschwinden. بچه verschwinden نه verschwinden. ما اجازه نداریم هیچ وقتی رو از دست بدیم، هدر بدیم. verschwinden هدر بدیم. verschwinden. خب verlieren بازم میشه از دست دادن، هدر دادن. ich habe meine Arbeit verloren، من کارم از دست دادم. melden تماس گرفتن. wenn man seine Arbeit verliert، وقتی آدم کارش از دست میده، dann muss man beim RAF melden. آدم بایستی در راف خودشو بگه، خبر بده. راف هم در سوئیس هست، چون نمیدونم در سازمانی که برای بیکاری ها در واقع رسیدگی میکنه در آلمان یا در اتریش هست. melde dich einfach mal bei mir، خیلی راحت با من یه بار تماس بگیر. einfach mal یه بار با من تماس بگیر. RAF heißt، اینجا ترجمهش کردم، regionales Arbeitsvermittlungszentrum، مرکز شغل یا مرکز نمایندگی شغل منطقه یا ناحیه، regional. suchen. Ich bin bei der Suche Ich bin auf der Suche nach einer temporären Arbeit. من در جستجوی کار تمپورر، کار فصلی، کار زمانی، کار پاره وقت هستم. Unterlagen bestellen، مدارک رو سفارش دادن که برات بفرستن. Ich muss bei RAF Unterlagen bestellen، من بایستی درخواست بدم که برام بفرستن مدارکم رو. البته خب اینجا دیگه مدارک مثلا پیتزا نیست که سفارش بدید، شما تماس میگیرید که براتون بفرستن، منظور اینه. خب ich habe 2 Tische، اینجا من 2 تا میز رو سفارش دادم. خیلی خوب. eine Ausschreibung finden، ich habe Glück gehabt، من شانس آوردم. da چون ich eine Stellenausschreibung یعنی یک آگهی شغلی in der Zeitung در روزنامه im Internet در اینترنت unter این آدرس gefunden habe پیدا کردم. چرا habe اومده این بالا آخر؟ چون دا یعنی چون در اینجا در واقع فعل میندازه آخر. خب Stellen Ausschreibung میشه آگهی شغلی، اینم میشه Ausschreibung باید آ بوده بشه. خب کاش اینجا می نوشتم حالا Stellen Ausschreibung، در هر صورت شما میتونید خودتون جابجا کنید.
خب 10 ثانیه بیشتر نمونده. شما رو به خداوند مهربان میسپارم. هر جا که هستید شاد و خرم باشید. دی 5 خیلی خوبه. هر جا هستید میتونید ازشون استفاده کنید. چاو چاو.